بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرانم و خواهران موحدم، حاضرینی که در این گروه های مبارکه حضور دارید و درس های ما را و سوال جواب های ما را و نوشته های ما را می بینید، می شنوید و منتشر می کنید. الله سبحانه و تعالی به شما برکه بدهد و شما را حفظ بکند و توفیق قبول حق و توفیق فهم درست و صحیح و ثابت قدمی را الله سبحانه و تعالی نصیبتان بگرداند و الله سبحانه و تعالی ما را هم ثابت قدم در این راه و حسن خاتمه را نصیب بکند. مسئله همین جاست که برادران و خواهران عزیز، ما امروز میبینیم در تلگرام ها و در فیسبوک ادنکلاسنیک و در یوتیوب کانال های زیاد تأسیس یافته است، به وجود آمده است. البته در بین این کانال های خوب از برادران اهل سنت و الجماعت وجود دارد، خوب با زبان تاجیکی یا روسی یا فارسی و غیره، و این چنین کانال های بینهایت زیشت از کانال های اهل بدعت وجود دارد که شما باید خود را برحذر دارید و پرهیز از کانال های اهل بدعت بکنید. یک کانالی که در اولین روز پیدایشش من فهمیده بودم که این کانال از جانب حزبی است یا یگان فرقه باطل است، به نام پیام اصل یک کانال وجود دارد. در تلگرام هم هست، تقریبا 1000 نفر آدم دارد. در فیسبوک هم هست و در ادنکلاسنیک هم هست. در اولی پیدایشش این کانال همه را فریب داد. نام کانال را پیام اصل، عقیده صحیح، توحید گذاشته است. مردم فکر میکنند که در همونجا شاید طالب علم یک اهل سنت باشد. ما در اولین وقتا دیدیم که حزبی ها رو پهن کرد، عقیده های مدخلی و غیره رو. یک بار زنگ زدیم، تماس گرفتیم، به او گفتیم که تو کی هستی؟ مقصدت اگر اهل سنت باشد این کارت خطا است. نگفت ما اهل سنت هستیم، این هستیم، اون هستیم. و بالاخره دیروز میبینیم که در کانال تلگرامش، این کانال تلگرام پیام اصل، فقط عقیده های اشعری ها رو در باب اسما و صفات منتشر میکند. یعنی عقیده باید در باب اسما و صفات مثل عقیده اشعری و ماتریدی باشد میگد، و عقیده اشعری ماتریدی رو منتشر میکند. در باب اسما و صفات میگد که تعویل کردن اشعری ها این بیهوده نیست، این است، اون است، درست است. عقیده باطل کفری اشعری و ماتریدی جهمی رو منتشر میکند، هم در این تلگرام و هم در ادنکلاس و غیره. از همین جهت وظیفه من شما یک موحد چی است؟ از این خیل جماعت ها، گروه ها بیرون شدن، ترک کردن و دیگر برادر و خواهرها هم خبر دادن و از این گروه ها دور شدن است. یا یکی از دیگر گروه که گروه مدخلی ها بینت گروه خبیث مدخلی مرجئه الغلات است، این اهل حدیث است والله اعلم. نام گروه اهل حدیث است که اداره کنندهش صائم گفتن یک انسان در مصر میخونده است که ما رو تهمت های هر خیلی کرده گذاشته بود، یک وقتی خبر جنون گفته. و بالاخره ما از حالش با خبر شدیم که 2-3 سال یک طالب علم عادی است، در کدام نزد مدخلی در مصر خونده است و حالا میخواند. یک طاغوت پرست است، همه رو ولی الامر گفته میگردد. عموما این لشکر طاغوت، این هم یک تاجیک گروه دارد اهل حدیث که باید ترک کرده شود، زیرا که اینها شما را گمراه میکنند در مسائل کفر و شرک و ایمان. من شما را دعوت میکنم به شنیدن، گوش کردن درس های مدخلی شناسی. در یوتیوب گذاشته شده مدخلی شناسی، حالا 19-20 حلقه رو کردیم که چگونه عقیده اینها عقیده خطرناک است برادران و خواهران عزیز. و این چنین گروه های حزبی ها وجود دارد. یا که گروه دیگر مدخلی در یوتیوب و در تلگرام، محمد شریف عبدالعلیم و برادرش محمد طاهر، که اینها آشکارا یک جهمی تاجیک، مرجئه الغلات جهمی طاغوت پرست که به امنیت روید کار کنید. ما اتئیست رو برادر میگوییم، اتئیست رو اول مسلمان میگیم، یا که اول کافر نمیگیم، اول حجت میرسونیم بعد کافر میگوییم. یعنی همچنین عقیده باطل دارد که اینها اتئیست رو کافر نمیگوید، اما ما اهل سنت رو کافر میگوید. از یک جهت خوارج، از یک جهت مرجئه.
اینها در تلگرام شاید کانال داشته باشد و غیره و غیره، از اینها دور بشوید. و البته درس هایی که در باب مدخل شناسی کردیم، حلقه دوم، سوم، چهارم گوش کنید. ما در همین حلقه ها 2 حلقه درباره عقیده سلفی این امت، معامله سلفی این امت، سخنهای سلفی این امت نسبت اهل بدعت، هم نشینی کردن به اونها، در جماعت اینها بودن، در گروه های اینها بودن، چه خیلی سخنهای سخت گفته هستند. برادران و خواهران عزیز، کسایی که از اهل توحید هستید، این جماعت ها رو ترک بکنید. و البته بسیار سوال می آید که آیا جایز است که ما مبارزه به این جماعت ها؟ بله، به شما اگر فهم توانید واجب است که مبارزه برید. در کجایی که مدخلی رو دیدید، اشعری، ماتریدی رو دیدید، مرجئه رو دیدید، این طاغوت پرستا رو دیدید، البته که حزبی ها رو دیدید، به اینها حق رسونید، به اینها بحث مناظره کنید. نگذارید که اینها آزاد گردند، نگذارید به اینها نفس کشیدن حق ندید. شما وقتی که در رو برای اینها تبسم میکنید و آرام ایستید، اینها فکر میکنند که اینها حق هستند و شما هم خیانت میکنید به حق. آدمی که حق فهمید باید حق رساند. البته مصلحه و مفسده رو ببینید، کار کنید که به خودتون ضرر نرسد، لیکن وقتی که دیدید که میتوانید با یک طرز خوب و بهترین اینها رو خفشون بکنید، نفسشون رو بگیرونید تا که حق ظاهر بشود. حق همچنین ظاهر میشود. بارک الله فیکم. و البته برادرهایی که در این گروه ها وجود دارند و در گروه های یوتیوبی وجود دارند و سخنهای بنده رو از منهج اهل سنت در جماعت که با قرآن و دلیل، یعنی با حجت صحبت میکنیم از قرآن و سنت و سخنهای سلف منتشر میکنند، این سخنها رو منهج اهل سنت رو منتشر میکنند و در همین راه دعوت پیشرویش همیشه در کمک هستند. برادرهایی هستند که کتاب‌های نوشته‌های ما رو مراجعه میکنند و مطالعه کرده شدند و برادرهایی هستند که منتج میکنند و برادرهایی هستند که از دیگر جهت‌های بگویم مادی و معنوی، از همه جهت کسایی که هستند، ما در حق همه این برادرها دعا میکنیم و میگیم که الله این عملهای شما رو قبول بکند، الله به شما نصرت بدهد و الله مثل شما جوانمردها رو زنده بکند و بدانید که این عملی که شما امروز برای نصرت توحید کرده اید، این البته که قدری بزرگ دارد در نزد الله سبحانه و تعالی. ان الله لا یضیع ایمانکم ای اعمالکم. الله عملهای شما رو ضایع نمی کند. این عملهای شما اجر دارد، ثواب دارد. من بار دیگر دعوت میکنم جوانهای تاجیک رو، جوانهایی که حق پرست هستند، جوانهایی که مخلص هستند، جوانهایی که شجاع هستند، مراجعت من به شما همین است که حق رو کفت و کاب بکنید، حق رو بیابید، درس ها رو گوش بکنید، عالم باشید، علم بیاموزید. زبان عربی که زبان قرآن است، زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم است، زبان سنت است، بیاموزید و توحید را منتشر بکنید. شما در رو بروی رافضه مثل کوه بیستید. شما در رو بروی صوفی های قبوری، این اشعری های فلسفی کلامی ها، این ماتریدی های گمراه، این دیگر فرقه های از این جماعت های حزبی ها، از این مدخلی ها و مرجئه ها و غیر عذری ها، البته دین رو حفظ بکنید، نگاه بدارید و البته در این راه صبر رو پیشه بکنید. صبر باید بکنید و صبر باید بکنید و صبر باید بکنید. به صبر البته این عمل ها انجام دادنش مشکل است. پیامبر صلی الله علیه و سلم رو الله به صبر دعوت کرد و گفت فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. صبر بکنید پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه ای که پیش از تو آمده پیامبران و اولو العزم از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، از بزرگترین پیامبرها صبر کردند. این راه از ما صبر رو میطلبد، ثابت قدمی رو میطلبد، یقین رو میطلبد، مطالعه رو میطلبد، شب و روز خواندن و نوشتن رو میطلبد، مبارزه بردن با اهل بدعت رو میطلبد، حفظ قرآن رو، حفظ سنت رو، عمل کردن رو میطلبد، شجاعت رو میطلبد، روی خاطر فقط روی خاطر شریعت کردن رو میطلبد، روی خاطر انسان رو ترک کردن رو میطلبد، حق گویی رو میطلبد، حق جویی رو میطلبد و به خاطر دین از بسیار چیزها دست کشیدن رو میطلبد. از همین جهت این راهی بزرگ است، اما راهی بینهایت لذیذ است، راهی شیرین است، راهی پر اجر است و پر ثواب است، راهی که نهایتش جنت است، راهی که شما را به سوی جنت راهتون را آسان میکند. من سلک طریقا یبتغی فیه علما سهل الله له طریقا الجنه. از ابو هریره روایت است که امام مسلم روایت میکند هر کسی که راهی را رود که طلب علم بگیرد، آموزش علم بکند، پس به واسطه همین عملش الله راه را به سوی جنت به او چی میکند؟ آسان میکند. پس این راه انبیا است، این راه شهدا است، راه صالحان است، راه صدیقین است. پس بیایید ای جوانهای تاجیک
از برادران و از خواهران یک جا باشیم، متحد باشیم در زیر کلمه لا اله الا الله، در زیر عمل نمودن بر رکنهای لا اله الا الله، در زیر شرطهای توحید، شرطهای صحت لا اله الا الله، نه در زیر بیرق، نه در زیر شعار کفریه، نه در زیر جماعت، نه در زیر حزب، بلکه فقط در زیر توحید بیایم کلمه لا اله الا الله را زنده بکنیم، پرچم لا اله الا الله را زنده بکنیم، توحید را منتشر بکنیم و بیایید در این عصر 20 و 21 نام من و شما همچون در تاریخ موحدین، امام های توحید، امام های موحدین، کسایی که نوشته است و گفته است و منتشر کرده است، یک جماعت بهترین تاجیکایی که در همین عصر و زمان آمدند و زنده کردند توحید را و در بین مردم نشر کردند باقی بماند. البته که نابود نمی شود. بیایید دوباره ملت خود را به توحید گردانیم، دوباره عزت از دست رفته خود را زنده بکنیم و عزتمند شویم. بیایید تاریخ را دیگر بکنیم به دست خود و به عقیده خود و مردم را به سوی توحید دعوت بکنیم. در این راه تنبلی نکنیم، در این راه بی اهمیتی نکنیم. هر روز کم کم اگر کار کنیم هم کار بکنیم، کمترین کار را هم بکنیم کار بکنیم. یک جمله نویسیم، هر روز بنویسیم، هر روز یک سخن را بگوییم، هر روز یک برادر را نصیحت بکنیم، هر روز منتشر بکنیم، درس ها را منتشر بکنیم. بیایید با ما طالب علمان اهل سنت باشید، بیایید همه جایه یک جایه توحید را نصرت بدیم. انا همین است مقصد ما و انا همین است مقصد دین و انا همین است مقصد دعوت ما. بارک الله فیکم. و یک جایه اهل بدعت را البته شکست بدهیم، خفشون بکنیم و از جماعت اینها، از کانال های اونها، از نشستن با اونها دور بشویم، بالخصوص از مدخلی های طاغوت پرست، بالخصوص از حزبی های طاغوت پرست دموکراسی، بالخصوص از مرجئه ها و این چنین خوارج ها که نو به نو میبینیم که ضعفای ترسو کم کمی وجود دارند، از اینها براءت خود را اعلام بکنیم و از این فرقه های باطل چی بشیم خود را پاک بکنیم و منهج اهل سنت را با علم، با خیرت، با بصیره، با حکمت البته که برسانیم. مسلمان را مسلمان و مشرک را مشرک بگیم. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. این پیام بنده در این روز جمعه به شما بود برادران و خواهران عزیزی موحد.